دوستان ارجمند تلویزیون شرق، سلام بر شما. همین اکنون در ولسوالی کشم ولایت بدخشان مسابقه بزکشی میان چاپاندازان ولایت تخار و ولایت بدخشان جریان دارد که شما تماشا می نمایید. در گذشته‌های دور تا امروز این بزکشی کماکان وجود داشته و علاقمندان فراوانی داشته است. پهلوانان جوان و کهنسال در این بزکشی مهارت‌هایشان را نشان می‌دهند و علاقمندان فراوانی هم در این بزکشی شرکت دارند. جریان بزکشی را تماشا می‌نمایید که همکنون در ولسوالی کشم ولایت بدخشان جریان دارد. آلانزای رسم ولایت بدخشان ولسوالی کشم. ما اینه امروز روز دوشنبه است. در اینجا بزکشی داریم. مردم های تخار، خوجه باودین، رساق همه زمین آمدگی است. در این مسابقه اشتراک دارند. در مزار آمدن. خیلی از بدخشان است. چند سال میشه که در این مسابقه شرکت میکنید؟ در این مسابقه 4 سال شده که اشتراک میکنم. در مسابقات مرکزی هم شرکت مرکزی هم 4 مرکزی 4 سال میشه اشتراک میکنم. حتمی دستاوردی داشت؟ بله. در اوجه ما در کمی پنجشیر یک بز گرفتم خودم. دیگه پهلوانای ما همش بز گرفتن. چند سال شده که ما مسابقه میکنیم. این سال نرفتیم.
به خاطر اسبمون ضعیف نرفتیم. سال چند بار اینجا بزکشی میشه؟ سال 3 بار 4 بار در ولسوالی کشم میشه. دیگه بدخشان هر ولسوالی بدخشان ارگون میشه و می ولسوالی بارک میشه. هر جایی که شما شرکت میکنید؟ بله هر زمانی که بزکشی اشتراک میکنیم. شکر. چقدر سال میشه که ورزشی بزکشی را میکنی؟ ما 15 سال. 15 سال میشه؟ بله. حتمی در ورزش‌های مرکزی هم شرکت کردی؟ کل جا والله. دستاوردی هم داشتی؟ بیرین کشور نرفته می‌بینی بی کابل و بدخشان هر ولایت طرف اومده است. در گذشته امسال همین بزکشی همین اعلام کرده است سابق همین ما بودم. باز حال من خلاص شدم صاحب چشمام هم کار نمیکنه. اینا عوض مامور موندم 10 سال میشه حج کردیم بس کردیم. در 10 سال پیشتر صاحب قیامی استاد درمامد و عزیزالله دروازی و سوزک لب جوی و فتح الله و امینا قطعی ما صاحب جوک بودم اندیوال بودم نوانزنده بودم زیر بغلی تبله حالی همونجا هست در اون فیلم ها ببین که ما در همیست ششتگی هستم جوانی را ببین حالی را ببین صاحب سمنگان آمده تاخار آمده دیگه ولایت بدخشان ها کل ولسوالیش اشتراک کرده.
تشکر از شما. سلامت باشید. ناجی پلانزبر قیوم هستم، معاون فدراسیون ولایت بدخشان. البته امروز رسما بزکشی ما روز دوشنبه آغاز شد و روز جمعه ادامه داره. تخار بدخشان اینجا مسابقه میکنه. تا تخار و بدخشان دیگه ولایت هم هست. کندوز هم یکی کم آمده. کندوز کم. تخار بدخشان، تخار از بدخشان کنه اضافه تر آمده. از خودی بدخشان ولسوالیاش ولسوالی درای، ولسوالی ارگو، ولسوالی خود کشم، بارک، جرم، راه، یفتلها، مرکز، وردوش، همه ولسوالی یا تشریف آورد. چی مدت دوام میکنه بزکشی؟ بزکشی ما 5 روز دوام میکنیم تا روز جمعه. آخر چیزش روز جمعه ختم میشه. در یک سال چند باری ورزشی بزکشی در بدخشان هست؟ در یک سال 10 بار ما بزکشی های نوبتکی داریم. در ولسوالی ها در مرکز 3 بار بزکشی میکنیم. در ولسوالی همه وقت یک بار در هر ولسوالی. خب مرکز شهر فیض آباد در کدام ولسوالی ها باشه؟ ولسوالی ارگو، ولسوالی خود اینی کشم است، ولسوالی درایم است، ولسوالی بارک است، ولسوالی افتل است، ولسوالی جرم است، ولسوالی وردوج است. در اونجا ما بر راند بزکشی میکنیم. چی تعداد امی پهلوانا شرکت میکنند در این؟ همه پهلوان هر که علاقه‌مند بودند خودشان آماده هستند بیایند. اعلان شده همه میرسند. همه پهلوان هستند. در مسابقات مرکزی هم شرکت میکنید؟ این سال در مرکز ما متاسفانه شرکت نکردیم. نتونستین؟ سالهای قبل؟ سالهای قبل هم سال بود. از این پهلوانای نامی که ما و شما داشتیم در گذشته کیا بودن مثلا که حالی نیستن در بزکشی؟ پهلوان اسماعیل بود، پهلوان کریم بود، پهلوان ایکل بود، ظاهر بود. ظاهر بود. همه پهلوانای بزرگ داشتیم. خود پدر ما قبلگاه ما بود شهید شد. پهلوان سید امان بود. چی پیامی دارین برای دیگه بزکشا، برای دیگه پهلوانا؟ ما در منطقه و محیط ما در مردم بدخشان پیام نمیسته که ورزش تشویق کنن، ورزش رشد بدن، پهلواناشون حمایت کنن، دیگه اسبای خوب بخرن. یک ورزش که یک هم در خوبی مردم و علاقمندی مردم است، در صحتمندی تن انسان هم خوب است. جوانان را ما از مردم چاستیم جوانان را بیایند اینجا دستکشی بیارند در زیر دست ما بودن که اونا حمایت شوند، اونا ما حمایت کنیم، پهلوان شوند، ورزش در وطن ادامه بدن و رشد بدن. چی تفاوتی داره ورزشی بزکشی تا دیگه ورزش ها؟ والا از همه ورزش کرده ورزش بزکشی خیلی ثقیل است. تفاوت است، قیمتش چقدر بالاست، چقدر مصرف داره، یک پهلوان چقدر مصرف داره، یا یک 2 هفته پایش میشکنه، دستش میشکنه، حتی میمره. مشکلات زیاد داره.
تقریبا یک 13-14 سال میشه که در این بزکشی ها هستیم و بز میکشیم. یک 4 سال میشه که لیک کابل اشتراک میکنیم. خب بلاس در کابل هم شرکت کردیم. امسال در تیم بلخ بودیم چون که خود ولایت ما بدخشان نرفتاد. ما در تیم بلخ اشتراک کردیم. یک بیادر این پالانس نجیب در تیم سمنگام خب یا رفتاریم چون که ولایت خودمان نبود یا یک ذره با ما خوشایند نبود. ولایت خودمان که میشد کدام گفتی نبود. امسال در جیک بجیک بوده 8 دانه‌ای بوده که دیگه بیخی بعد بدخشان هم برابر بود. متاسفانه دیگه اشتراک نکردن. دیگه ما خودمان رفتیم طرفای کابل که رفتیم در تیم بلخ اشتراک کردیم. امروز بزکشی کشم روزی اولش هسته دیگه تخار بدخشان دیگه در کشم بزکشی برگزار کردن. پهلوانا هست، همه پهلوانای خوب نامدار نشاندار پهلوانای قوی هستن، متوسط هستن. اینا ولسوالی بدخشان ای وردوج آمدن دیگه ای بارک آمدن، جرم آمده، راغ آمده، ارگو آمده، درعیم آمده، تشکان و نمی خود کیشم. سال 5 دفعه 6 دفعه امسال ما بزکشی کم کردیم. این قیامی 2 بزکشی کردیم. در فیض آباد زدم یک بزکشی ارگوش دادیم دیره 30 هستم. باید ما سالانه 7 دفعه 10 دفعه باید بزکشی داشته باشیم. جوانای ما اشتراک کنن، جوانا باید تمرین کنن دیگه خوبتر بزکشی های امسال ما هست. خب دلیل چی بوده که این سابق زیاد میشد و امسال؟ والا امسال یک ذره کم اسبیست. خب اسب کم است. اسب کم بود دیگه بزکشی از این همین کم اسبی هم دیوالا اسب میخریم گفتن و هم تو نخریدن بود دمی گفت بزکشی کمتر شد.
بزکشی از ورزش‌های قدیمی مردم افغانستان است که همساله در شهر کابل چاپاندازان از سراسر کشور جمع میشوند و این ورزش ملی را راه‌اندازی می‌نمایند. در ولایت بدخشان هم چاپاندازان ماهر و ورزیده وجود دارد که هم در مسابقات مرکزی سهم می‌گیرند و هم در مسابقات میان خودشان در ولسوالی‌های کشم، بهاره، کرگو، شهر فیض‌آباد چندین بار در طول سال مسابقه می‌دهند. مسابقاتی که در ولایت بدخشان برگزار می‌گردد از سوی فدراسیون بزکشی بدخشان تنظیم می‌گردد. چاپاندازان و مالکان اسب‌های تندرو در یک محل جمع می‌شوند و به مسابقه می‌پردازند. مسابقه که همکنون جریان دارد در ولسوالی کشم برگزار گردیده که نه تنها از بدخشان بلکه از ولایات همجوار ولایت تخار به اینجا آمدند و مسابقه دوستانه بزکشی را راه‌اندازی می‌نمایند. در گذشته در مسابقات بزکشی گوساله را ضبط می‌نمودند و به دایره حلال که در وسط میدان قرار داشت می‌انداختند و مسابقه میان چاپاندازان آغاز می‌یافت. ولی در سالهای پسین عوضی گوساله شبیه گوساله از چرم می‌سازند و با آن مسابقه بزکشی دوام می‌آورد و این گوساله ساختگی نسبت به گوساله اصلی دوام زیاد می‌آورد. دوستان گرامی، این بود گزارشی از جریان ورزش بزکشی بدخشان در ولسوالی کشم که تقدیم حضورتان گردید. پترول